رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که بعد معراج برگشتن اطلعت فی النار فاذا اکثر اهلها النساء، مطلع شدم نگاه کردم بر دوزخ، اکثر اهل دوزخ ها از زنها عبارت است. فقلنا لما یا رسول الله، زنها در اون زمان پیغمبر همه زنها از قفای مردها در مسجد نماز میخونن. زنها سوال کردن که فقلنا، همه زنها گفتن که لما یا رسول الله، برای چی ای رسول خدا، ای فرستاده خدا که بسیار دوزخی ها از زنها هستند؟ قال یکثرن لعن و یکفرن العشیر، لعنتی بسیار میگوین و کفران عشیرت میکنن. لعنتی بسیار میگن، جنجال و خرخشه بسیار، غیبت بسیار میکنن، سخنچینی بسیار میکنن زنها، دروغ میگن، سخن یک تا به یک تا دیگه میبرن. در خاندان خودش هزارها پرابلم هست، همون پرابلم ها پوشیدگی موندگی است، پرابلم همسایش حل کرده است. کلینی فلانی است، دختری فلانی، بچه فلانی است، حالا که دختر و بچه خودش در ره ندار آورده است. 18 ساله شده دخترش طعام پخته نمیتونه، درزمال کرده نمیتونه، نان پخته نمیتونه، مهمان گذرانده نمیتونه. از این بیخبر است یک تا دیگر دلش ورق زده است، کمبودیش گفته ایستاده است. حالا که پیش از شوهر برآوردن او را طعام پذیر نشانش بتن مادرها، دختن نشان بتن با او چی عقل و آداب مهمان گذراندن با او نشان بتن، یک لفظ شیرین با او نشان بتن که با خاندان خسر و شوهر که رفت، خسر خشتامنش پدرجان و مادرجان گفتن ندا بکنن. اگر پدرجان و مادرجانش بگه شوهرش بجان گفته، اگر نامی او را بگه لهجه شیرینی لفظ خوب داشته باشه، همه او را دوست میدونن. کار کرده محبت خودش در دل ها جا کنه به خدمت خطی. اما چی؟ نمیتونه گفتن، نه لفظ شیرین داره، نه طعام پخته میتونه، درزمال کرده نمیتونه. چیکار کرده است؟ 18 سال لااقل از علم قرآن و حدیث هم خبر نداره، از اسلام هم خبر نداره. 18 سال دراز، 20 سال دراز او را پدر و مادر چی تعلیم تربیه کرد؟ اونها چی جواب میدن؟ رسول اکرم گفت اکثر اهل دوزخ از زنها عبارتن، اونها لعنت بسیار میگوین و یکفرن العشیر، شوهراشون کفران نعمت میکنن. این شوهرش میگه من از چی دیدم، من از چی، یا یک کسی دیگر پیش رو میاره فلانی این خیل بهمدانی این خیل است، خداوند همه را یک نکرده است. دیگر رسول اکرم سوال کردن، در دیگر خبر، در دیگر حدیث گفت که اطلعت فی الجنتی، وقتی که به جنت گذر کردم، همه جنت سیر کردم، نگاه کردم، پیغمبر میگن فاذا اقل اهلها النساء، زنها را کم دیدم در جنت، اقلی اهل جنت زنها هستن، کمتریشون. فقلت این النساء، پیغمبر میگه سوال کردم جبریل که کجا هستن زنها در جنت؟ قال شغلهن احمران الذهب و زعفران، یعنی الحلی والمسبغات للثياب. جبرائیل گفت که اونها را مشغول کرده از احمران، طلا و لباس های زیبا، اینها را مشغول کرده است که برای شب و پیش شوهرش هم خوابگی شدن، اون قدری که توی میروه 1 ساعت دراز کسمتیک میکنه، او را اگر شب و پیش شوهرش بکنه، خدا ثواب حج عمره در نامه اعمال او زن ثبت میکنه. همون قدری که پیش توی رویش فسان میکنه، همون قدر فسان کنه به پیش شوهرش شب ده، خداوند ثواب چند حج عمره در نامه اعمال او زن ثبت نگردانه. شوهرش رازگی خدا در رازگی شوهران است. رسول خدا میگه برای زنها، برای مادرها که اگر رازگی خدا را بخواهند، دل شوهر را بیابند، رازگی شوهرها را جستجو کنند. اگر شوهر ناخشنود باشه، همه طاعت عبادت زمین زمانه که بکنه، جای او دوزخ است، جنت نمیبینه زمانی که شوهر از اون ناراضی باشه. اونها را جبرائیل گفت که حلی و مسبغات الثياب، او را مشغولشون کرد در دنیا و همه چیز چاره دنیا سرگردان شدن، و طلا و به نقره و به لباس و به فلان متاعهایی که میبرایه از او باید بخره و بپوشه. چیزی پختگی
ماندگی چیزی که در پوستش در سلامتیش فایده دارد به ماندگی است. یک خیمیکتی که از کیم کجا سوداگر میارد قیمت که در ملکای بیرون او را پردهش میکنند، همون خیمیکت ها را پرده میکنند، در تناشون نمیپوشن. و خیمیکت امروزه در تنش میپوشه زن، در نظرش در خیالش میتوه که از همه زنهای دنیا زیباتر شدگی است. نه، حسن زن، جمال زن، زیبایی مادرها، حسن مادرها، خوشرویی مادرها فقط در سطر حجاب است. اگر سطر داشته باشد، حجاب داشته باشد، حسنی و 1000 کرات زیاد میشد. اما اگر